انما یخشی الله من عباده العلماء، اونهایی که واقعا علم داشته باشند، در این دلائل بیندیشند، فکر کنند، نتیجه بگیرند، این علما از الله می ترسند. وقتی که بترسد حلال خدا را حلال می داند، حرام خدا را حرام می داند. از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است، امام ابن کثیر ذکر کرده، نوشته العالم بالرحمن من عباده من لم یشرک به شیئا. عالم اون نیست که به دانشگاه رفته درس خونده، عالم اون نیست که به حوزه رفته مولوی شده، عالم اون هست که من عباده من لم یشرک به شیئا، به خدا شریک نگیرد کسی را، احدی را. یکی میگه علامت الدهر ولی در رأس اهل شرک است، اون علامه نیست، اون جاهله. عالم اون است که بالرحمن من عباده من لم یشرک به شیئا، هیچ چیزی را با خدا شریک نگیرد، و احل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا را حلال بداند، حرام را حرام بداند، و حفظ وصیته، وصیت الله را حفظ کند، دستورات خدا را، و ایقن انه ملاقی، و یقین کند که با الله ملاقات می کند، و محاسب بعمله، هرچی عمل کرده از او حساب گرفته میشه. عالم او هست، نه اونی که غفلت می کند. کسی که 4 کلاس بخوند عالم نیست، کسی که اینها را بدوند، بر اینها یقین بکند، بر اساس این یقین عمل بکند، قدم بردارد، او هست عالم. لذا الله می فرماید انما یخشی الله من عباده العلماء، می ترسد از بندگان الله اونهایی که عالم هستند، اونهایی که می دانند خیر و شر را و بر اون عمل می کنند. ان الله عزیز غفور. هر جا که این آیات که برای اهل علم ما می خوانیم نگاه میکنیم، اونجا بحث عمل است بیشتر. واقعا عالم اون است که عمل میکند. اون آیه دیگری که هر جا خوانده میشه در فضیلت علم، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این الذین لا یعلمون کیا هستند؟ این همون نیست که 4 کلاس خونده. قبل از این نگاه کن آیه چی کسانی را یعلمون میگه. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، این است عالم. اونه که شبها تابع دستور رب هست، در لحظات مختلف شب عبادت می کند. قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، یا سجده یا قیام، این حالت بدنش هست. حالت قلبیش یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از آخرت می ترسد، امید رحمت رب را داره. این است عالم. قل هل یستوی الذین یعلمون، اینی که می داند، اینی که سجده می کند، اینی که قیام می کند، آیا این برابر است با اونی که والذین لا یعلمون، اونی که نمی داند یعنی هیچ عمل نمی کند؟ بس اصل عالم عامل است. اینجا هم ابن عباس میگه عالم اونه که شرک نکند، عالم اونه که به وصیت‌های الهی عمل کند، عالم اون هست که یقین کند الله را میبیند، ملاقات میکند، برای حساب و کتاب آماده بشه. ان الله عزیز غفور، بدون شک الله عزیز هست، این ترهیب است، غالب است، مؤاخذه میکند، میتواند، اما غفور این ترغیب است، الله بخشاینده هست.